سلام علیکم دوستان عزیز، سلامت و خانواده باشید. خب ترجمه حال خودم به شما قصه میکنم. مادری من وقتی که حامله دار بودن از بطن مادر به شما قصه میکنم، چون که به زبان روسی از بطن مادرم قصه کردم. مادری من فرزنداش که بسیار که از دنیا میگذرن، بعد خشتوارو میگن که دعا خونی کنیم، میگه که کودکاتون زنده مونن، برای که کودکای مادرم بسیار خشرو به دنیا میومدن. 4 کیلو 800 خورد تولد نمیشتن، شروع به دنیا میومدن، یک کنیم 2 سال از دنیا میگذشتن. مادر من 11 تا فرزند تولد کردن، 11 فرزندشون 6 کس موندگی بدیم. با البته قصه میکنم شما. بعد انا چی مادری مرا پدرم به نزد کدام مخصوم مولو میبرد، در هر ماه تاقش دعاخوانی میکنه در حامله داری. وقتی که من در بطن مادرم بودم، در هر ماه تاق، ماه یک، ماه سه، ماه 5 7 تو همو ماهش در اومدن نه تاق دا بگیم ده دعاخوانی میکنه. بعد مادری من امین سخوت که دردی تولد کنی پسروش از میانش میقپیده، دردی دختر تولد کنیش از اشکمش. وقتی که من تولد کردم دردی سخوتکش از میان میقپد، فکر میکنه که پسر است. میگن پدرم دختر میخواست است، میگه که اپم یک دونه دختر، سه پسر در اویلمون کوزی است، یک دختر. من که تولد میشم ان شاء الله در بطن مادرم. پدرم دختر میخواست است، بعد مادرم سخوتکش از میان میقپه، میگه بچه چی میگه دردی، میگه بچه‌ام برای قبیل دردی بچه تولد کنی سخوتکش از میان میقپه، درد دخترش اشکم. خب میگه پسر باشه اینم رحمت خداوند است، میگه نعمت خداوند است. بعد رادام میاسکور میبرند مادری مرا، در رادام مرا وقتی که تولد کردن در دختر به دنیا میبینم آخه. بعد اکوشر که میگه که دخترکی خشروی، میگه اوی какая، میگه پوپچکا بومچکا، میگه روز اکوشر که میگه چی میکنه، میگه اینا نشون میده، چون میگه اینا دختر. مادرم در بالای کرسلا چی میگه که این دختر که باشه، میگه دختر به دنیا اومدی فعلی بچگی رو میگیره. الله تعالی میگه مرا چیکن، میگه که صبر تو خطی، میگه دختر فعلی بچگی رو بگیره عادی نیسته کام خسته. میگه این دختر میگه به دنیا اومد فعل بچگی رو میگه. من فکر کردم میگه بچه تا میکنه، این دختر به دنیا اومد. میگه بعد پدرم میگه خبرگیری، میگه چی میگه دختر. پدرم میگه او، میگه خداوند میگه دعای مرا قبول کن، من با آرزوم رسیدم، من دختر میخواستم. مادرم میگه ولی خونه بیا، من نخواد میکنم دختر. تیار باش میگه برای دختر کلام کردن. این دختر جنسش دختره، لیکن رفتار دختر نمیشه. من همین خاراکتر دارم. نگاه کنید که من از بطن مادر به شما قصه کردم. با دقت گوش کنید. شما با دقت گوش نمیکنید ویدیو من، با دقت گوش کنید. من مادرم در رودم گفته که این دختر باشد فعلی بچگی داره. پس از اون برمیاد که من با زنها همچون زن گپ میزنم، با مردها همچون مردک بوری گپ میزنم. فهمیدین؟ من پیش مردکا هیچ پیپی نمیکنم، دم گیز نمیکنم. یا آقا جون کلی مرا بود کنین. من خیلی گپ زدگی نیستم هیچ گو. مرد برای این خیلی مردک بولیم، خیلی روز گپ میزنم. فهمیدین؟ زنان قطعی با تبسم، با خنده، با شوخی. فهمیدین؟ من مردک قطعی شوخی نمیکنم. نه ویدیو دیگه آقا من شما قطعی بخندی کنم یا که آقا چه نشون دادم. نه، برای اینکه مادر من انا خیلی بدین توقع کردگی خدا مرا خوف کردگی جنسی زن، لیکن سخوتکوی مادرم سخوتکوی بچگی در وقتی من توقع کردم دادگی. فهمیدین؟ بعد منم پدرم اومده از رودم در آغوشش گرفته از رودم تا خانه میارد. در مادرم نمیتیر. پدرم از خرسندی برای در آغوشش گرفته دختر گفته به خانه میاره که من دختر دار شدم. گفته فهمیدین؟ من برای انا خیلی گوهرک چشم پدرم بعد با وای رسوندگی به گوهرک چشم اومده در پیرشون در برشون شدگی. فهمیدین؟ این قصه از بطن مادر. مادری من چگونه مثل مرا حامله داریشون آرام وای کردگی. بعد قصه میکردم مادرم میگه در حامله داریشون مرا که در بطنشون بودن دعاخونی که میکرده بستن چقدر آرام، یگان عصبی شدگی نیستن در وقتی من در بطن مادرم بودن. ویرون چی میگن زیاد کدگی نیستن، فقط آرام خرسندی. من فکر بوده که همیشه چی میگن کشوده چهره به دنیا اومدم، چهرم کشوده. من در هیچ جای خالی نمیکنم، در همه جا، برای اینکه باید هم خیلی باید باشه. فهمیدین؟ کشوده چهره خداوند مرا به دنیا آورد. چی که نباشد من تبسم میکنم، اون زندگی به پیش حرکت میکنم. این قصه از بطن مادرم تا به دنیا آمدنم، تا پدرم مرا از رادام گرفته به خانه آوردنم. قصه دوام دارد. خب می ندارم شما